سلام دوستان عزیز و بزرگوار، من آرمین هستم و امروز اومدم با این ویدیو جدید از چنل ترفند مجازی خدمت شما عزیزان و بزرگواران. موضوع امروز شماره مجازی و ساخت شماره مجازی برای تلگرام، واتساپ، ایمو هست. بابت تاخیر 2 روزه من دوستان ازتون عذرخواهی میکنم بابت عزیز بودن این 2 روز و تسلیتم عرض میکنم خدمت تمام ایرانیان. بریم سراغ ویدیو. دوستان امروز باز دوباره ویدیو جدید داریم از ریسیو SMS خدمت شما بزرگواران. یه آموزش مختصری ازش میخوام بسازم. این برنامه نیازی به VPN قوی و آی پی ثابت نداره، ولی حالا داشتید ویتوری ویندوز کرای خیلی بهتر میشه. بریم سراغ ویدیو. منتظر میمونیم برنامه لود شه. اینجا میبینیم که تمام کشورها نشون میده که شماره هاشو داره، VIP نامبر برای اونایی که هزینه پرداخت میکنن. گزینه ما رو میزنیم و این قسمت میتونید ملاحظه کنید تمام کشورها رو داره و میتونیم دریافت کنیم. 3 خط که همون رو به ما نشون میده. آل کانتری، کشورها رو، تمام کشورها رو از همین قسمت و مور هم همین کار میکنه. همو میزنیم برگشت به خانه و شماره ها رو نشون میده. یعنی ما این بر یکی از اینا رو انتخاب میکنیم. دانمارک رو میزنیم. بله دوستان، یه ذره این برنامه حالا تبلیغات زیاد داره. شماره رو کپی میکنیم و وارد تلگرام میکنیم. 2 قسمت ما انجام میدیم. اول دوست دارم داخل تلگرام وارد کنم. اینجا خودش رو وارد میکنیم. 45 پیش شماره رو از این قسمت پاک میکنیم. اگه درست زده باشم شمارهش انگار خرابه، ولی حالا این شماره رو برای ایمو تست میکنیم. بله دوستان، از این قسمت شماره رو وارد میکنیم. ما اول میریم وارد برنامه میشیم. قسمت آمریکا و از این قسمت Hello guys. بله دوستان، میایم این قسمت وارد میکنیم و میزنیم برای بعدی. از این قسمت هم یه رفرش ما میزنیم. برنامه به تبلیغ. بله دوستان، تبلیغ تموم شد. منتظر کد میمونیم. البته که پاک شده انگار. خب بله اومده. این قسمت هستش. کپی میکنیم. اگه کپی بشه که نمیشه. 94 1468 94 1468 رو میزنیم. بله شماره ما ساخته شد و وارد اپلیکیشن ایمو شدیم. ما زیاد حساسیت بهش نمیدیم. وارد اپلیکیشن ایمو شد. این قسمت تلگرام هم دوستان ترفندی که براش قائل بشیم. شماره که جدید وارد برنامه ثبت میشه، لیست میشه، شما باید اونا رو پیدا کنید و وارد تلگرام کنید و سریع کد رو دریافت کنید و شماره دریافت شد دوباره برید کشور دیگه. حالا ما یه کشور دیگه هم نگاهی میکنیم، ضرر نداره. بله دوستان، تست کردم انگار شماره مسدود هستش. امروز حالا این ساعت یه مقدار برنامه مشکل داره، ولی وقتی شماره که تازه لیست میشن رو پیدا کنید، کد دهیشون خیلی عالیه و میتونید اون شماره رو دریافت کنید و به فروش برسونید. حالا خاصه دیگه نمونه دوستان، حتما چنل ما رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله پایینم بزنید تا ویدیو جدید ما سریع با خبر بشید. لایک پایینم فراموش نشه انجام بدید. قربان شما، یا علی.